سلام، من پویان روحی ام. میدونم همتون که دارید این ویدیو رو میبینید به ترید و سرمایه‌گذاری توی بازارهای مالی علاقه دارید، ولی ممکنه کمی از بازارها بترسید. حتی شنیده باشید که بهتون میگن بازار مالی مثل میدون جنگه. خیلی سخته، خیلی نفسگیره، استرس داره. ولی من میخوام برعکسش رو بهتون بگم. بازار مالی انقدر ساده است که مثل یک بازی کامپیوتریه، یا حتی ساده‌تر، مثل منچ، مارپله. انقدر ساده است. البته اگر درست و اصولی یادش بگیرید. برای همین من تصمیم گرفتم یه دوره کاملا رایگان برای شما ضبط کنم، بازار مالی رو درست و اصولی بهتون یاد بدم تا در نهایت بفهمید که این بازارها چقدر ساده است و چقدر راحت میتونید توشون فعالیت کنید. این ویدیو مقدماتیه. توی این ویدیو میخوام بهتون بگم که چطور باید از این دوره آموزشی استفاده کنید، چطور تمرین کنید تا در نهایت یه نتیجه خیلی خوبی بگیرید. برای شروع بذارید بهتون بگم که بازار مالی چیه. همه ما توی بدنمون رگ داریم و توی این رگ‌ها خون در جریانه. این رگ‌ها مثل اقتصاد، دنیای اقتصاده، و خونی که توی این رگ‌ها در جریانه مثل بازار مالیه. بازار مالی در واقع تشکیل شده از چندین بازاره که به مجموعه اینها میگیم بازار مالی. بازار ارز دیجیتال، بازار فارکس، بازار سهام، بازار اوراق و جزو زیردسته‌های بازار مالی هست. پس اگه یکی به شما میگه که من توی بازار مالی کار میکنم، حالا ممکنه توی بازار فارکس کار کنه، ممکنه توی بازار سهام کار کنه، ممکنه توی ارز دیجیتال کار کنه، ممکنه توی بازار ارز کار کنه، هر بازاری. اینها زیر مجموعه بازار مالی هست. همه اینها با هم بازار مالی رو تشکیل میدن. من توی این سری از ویدیوها تمرکزم بیشتر روی بازار فارکس و بازار ارز دیجیتال و کمی هم بازار بورس. بیشتر میخوام این سه تا بازار رو به شما یادتون بدم و بعد از دیدن این دوره توی این سه تا بازار بتونید راحت فعالیت کنید. ما 4 فصل داریم کلا. فصل اول فصل مقدماتیه، فصل دوم یه سری مباحث تحلیلی بیسیک رو یاد میگیرید، فصل سوم یکم پیشرفته تر میشه و فصل چهارم میایم از تمام چیزهایی که یاد گرفتیم، تمام چیزهایی که تئوری یاد گرفتیم رو توی بازار به صورت لایو اجرا میکنیم. یعنی من توی فصل اول هر چیزی که بهتون یاد بدم رو توی فصل چهارم به صورت لایو براتون ترید میکنم و بهتون نشون میدم که از این اطلاعات تئوری چجوری باید در عمل استفاده کنید. کل ویدیوهای دوره ما 33 تا ویدیوه. البته شما بعد از دیدن ویدیو 16 هم کم کم میتونید وارد بازار بشید و کارتون رو شروع کنید. 2 تا نکته بگم. اگه شما تازه کار هستید و قبلا هیچ آموزش مالی ندیدید، خیلی خوبه، چون ذهنتون کاملا خالیه و هرچی من بهتون بگم رو کامل یاد میگیرید. ولی اگه قبلا دوره شرکت کردید، کورس آموزشی دیدید و الان میخواید این ویدیوها رو شروع کنید و ببینید، لطفاً ذهنتون رو کامل خالی کنید. هر چیزی که قبلا یاد گرفتید رو از ذهنتون پاک کنید و فکر کنید که یه فرد مبتدی هستید و از الان شروع کنید. از بیسیک شروع کنید، برید تا ویدیوی آخر. و اگر هم که شما قبلا دوره آموزشی یا کورسی دیدید، ممکنه مطالب فصل اول و دوم ما یکم براتون تکراری باشه، ولی حتما ببینیدشون، چون بهتون گفتم هر چیزی که تو ذهنتون هست رو باید پاک کنید و از 0 ببینید تا برید به 100 برسید. میدونم اگه الان بیام به شما بگم که من میخوام شما رو تا 6 ماه آینده میلیاردر کنم، پولدار کنم، همه شما رو تریدر خفنی بکنم، خوشتون میاد. ولی هدف من این چیزا نیست. خیلی از شما برای ورود به بازار میترسید. خیلیاتون وارد بازار شدید و ضررهایی کردید و از ادامه کار میترسید. همه این ترس ها به خاطر اینه که شما یا آموزشی ندیدید یا آموزش درستی ندیدید تا حالا. من فقط میخوام به شما یک آموزش درست بدم. 13 سال تجربه که توی این فضا دارم رو با یه زبون خیلی ساده به شما بگم. آموزش درست خیلی مهمه. آموزش درست سواد شما رو بالا میبره، به شما اعتماد به نفس میده، به شما جرأت و جسارت شروع کار رو میده. حتی اگه شکست هم خورده باشید تا الان، این آموزش درست انقدر اعتماد به نفس و جسارت شما رو بالا میبره که دوباره میاد و بازار رو شروع میکنید. و هدف من فقط اینه که یک آموزشی درستی بدم تا دید شما رو نسبت به بازار تغییر بدم و ترس شما از بازار بریزه. و روزی که ترس شما از بازار بریزه، اون روزیه که شما بدون استرس، بدون دغدغه میتونید توی بازار فعالیت کنید. و اون موقع است که تبدیل به آدم موفقی توی این بازارها میشید. پس من نمی‌دونم شما رو میلیاردر، میلیونر یا هر چیز دیگه کنم. من فقط میخوام یه سری آموزش ها بدم تا دیدتون نسبت به بازار تغییر کنه و بتونید راحت توی بازار فعالیت کنید. برای من همیشه سوال بود که چرا توی ایران تعداد افراد موفق توی حوزه مالی به نسبت دنیا خیلی کمترن. طبق تحقیقاتی که من داشتم، مشکل از مردم ایران نیست، مشکل از آموزش‌هایی که توی این فضا وجود داره. آموزش‌های مالی توی ایران 3 تا مشکل اساسی داره. یک، اینکه دیتا و اطلاعاتی که به کاربر میدن شدیداً زیاده. 2، اون اطلاعات و دیتاها
اصلا کاربردی نیست. توی بازار مدرن فعلی اون دیتا و اطلاعات اصلا کاربردی نداره. 3. مشکل اصلی تر اینه که اون کسی که داره آموزش میده فقط آموزش دهنده است، خودش توی بازار مالی فعالیت نداره، نمیدونه از کدوم اطلاعات باید کجا استفاده کرد. پس ما یه دوره طراحی کردیم که مطالب خیلی خلاصه است، تمام مطالب به روز طبق متد روز دنیاست. تا 10 الی 15 سال آینده میتونید از این مطالب استفاده کنید توی بازار. و مورد سوم و مهمتر از همه، چون ما تجربه 12 الی 13 ساله توی بازار داریم، به شما دقیق بگیم از این اطلاعات باید اینجا استفاده کنید، از اون اطلاعات باید اونجا استفاده کنید و این کار شما رو خیلی راحت میکنه. برای دیدن این دوره هم نیاز به ابزار خاصی ندارید. یه دفتر میخواد، یه خودکار یا مداد و همینطور یه موبایل یا یه لپتاپ. اگر از لپتاپ استفاده کنید به جای موبایل خیلی راحت تره کارتون، چون LCD لپتاپ بزرگتره و راحت تر میتونید توش تمرین کنید. البته با موبایل هم یه سری دوستان کار میکنن و مشکل ندارن. من خودم با موبایل کار میکنم سختمه، ولی خب بعضیا کار میکنن و مشکلی هم ندارن. ولی در کل فرقی نداره، با هر کدوم که راحت تری میتونید کار کنید. من خودم با لپتاپ راحت ترم، به بقیه هم توصیه میکنم با لپتاپ کار کنن. اینکه سیستم موبایلتون چی باشه و سیستم لپتاپتون چی باشه زیاد اهمیتی نداره، چون با حتی لپتاپ هایی که برای چندین سال قبل هم هستن و گرافیک و سی پی یو قوی هم ندارن شما میتونید کار کنید، چون پلتفرمایی که ما قراره باهاشون کار کنیم نیاز به سیستمای قوی ندارن. یعنی شما با یه سیستم ضعیف، یه موبایل ضعیف و یه لپتاپ ضعیف هم میتونید کارتون رو شروع کنید. بچه‌ها چند تا نکته هم بگم که چجوری بعد این ویدیوها رو ببینید. این ویدیوهای آموزشی فیلم و سریال نیستن. شما فیلم و سریال رو میتونید مثلا گیم آف ترونز، البته گیم آف ترونز یکم مثال اشتباهیه چون گیم آف ترونز هم باید چند بار ببینید. یعنی مثلا یه سریالی مثل بریکینگ بد و 8 فصله 7 فصله شما میتونید تو یه هفته ببینیش. یه قسمت رو ببینی، بری قسمت بعدی رو ببینی، بری قسمت بعدی رو ببینی. ولی ویدیوی آموزشی اینجوری نیست. شما یه قسمت از ویدیوی آموزشی که میبینی باید نکته برداری کنی، دوباره بری ویدیو رو ببینی، بیای نکاتتو چک کنی آیا چیزی رو از قلم انداختی یا نه، همه نکات رو یادداشت کردی و بعد انقدر اینا رو تکرار کنی تا همه چیز رو کامل یاد بگیری. شاید فکر کنید برای یادگیری آموزش مالی، آموزش بازار نیازه که آدم خیلی خفنی باشید، خیلی IQ بالایی داشته باشید. نه، اگه برید افراد موفق بازار مالی رو بررسی کنی میبینی هر کدومشون ویژگی‌های شخصیتی خودشونو دارن. از نیکولاس تاورسی که رقاص بوده و سیرک اجرا می‌کرده که توی بازار مالی خیلی موفق بوده، بگیر تا سیلی که راننده کامیون بوده و اومده تریدر فارکس شده و خیلی هم معروفه و خیلی هم موفقه. اینها ویژگی‌های شخصیتی متفاوتی دارن و تا جایی که من راجع بهشون میخوندم IQ و هوش و اینها تاثیر چندانی توی موفقیت توی بازار مالی نداره. ولی 2 تا فاکتور هست که اگه این 2 تا رو نداشته باشید قطعاً میشه گفت که شما توی بازار موفق نمیشید. یکی صبر، یکی سماجت. شما باید اگر آدم صبوری نیستید این رو تمرین کنید. من خودم توی زندگی عادیم آدم صبوری نیستم کلاً. من رفته بودم ماشین بخرم، بعد میدونستم دلار قراره بیاد پایین و اگه مثلا 2 هفته صبر کنم شاید 1-2 میلیارد تومان بتونم ماشینم رو ارزون تر بخرم، ولی انقدر عجله‌ای و اینا مثلا صبر نکردم رفتم خریدمش. ولی توی بازار مالی کاملا آدم صبوریم. اگر توی زندگیتون صبور نیستید اینجا باید صبور باشید. مورد دوم سماجت. سماجت توی آموزش. اگر چیزی رو یاد نمیگیرید، اگر چیزی رو براتون سخته درکش، یه سری مباحث باید هی تکرار کنید تا کامل یادشون بگیرید. پس این 2 تا فاکتور رو باید داشته باشید. اول اپیزود گفتم اقتصاد مثل رگ‌های توی بدنه و اون خونی که توی این رگ‌هاست بازار مالیه و کسی که این خون رو به جریان میندازه افرادی هستن که توی این بازار مالی فعالن. اگه این افراد نباشن این خون توی بدن ثابت میمونه و اصلا اون رگ‌ها که اقتصاد باشن هیچ کارایی ندارن و نابود میشن. پس شمایی که دارید وارد این کار میشید به خودتون افتخار کنید و با غرور به کاری که دارید میکنید نگاه کنید و همیشه به خودتون افتخار کنید و همچنین منتظر حسادت دیگران باشید. حسادت از این نظر که وقتی شما وارد این کار میشید چیزهایی رو تجربه میکنید، حسایی رو دارید که دیگران تجربهشون نمیکنن و به خاطر همین به شما حسادت میکنن. اصلا با بعد مالی قضیه هیچ کاری ندارم. اصلا نمیخوام مادیگرا باشم و از بعد مالی بیام به شما بگم همه به درآمد شما حسادت میکنن. نه، 99% مردم در حال حاضر آزاد نیستن که کی بخوابن، کی برن سر کار، نرن سر کار، فردا برن مسافرت، فردا برن چیکار کنن چیکار نکنن. دست خودشون نیست. به اجبار مجبورن کارهایی رو انجام بدن که دوست ندارن. برای مثال فرض کنید شما مغازه دارید، معلمید یا چیزی،
شاید بتونید یک هفته مغازتون رو ببندید، یک هفته مدرسه نرید، ولی به 2 هفته نمیتونید این کار رو 2 هفته ادامه بدید. ولی توی بازار مالی شما آزادید که هر کاری دلتون میخواد بکنید. 1 ماه کار نکنید، 1 ماه برید سفر، 1 ماه بخوابید، بخورید، هر کاری دلتون میخواد بکنید و این آزادیه حس قدرت رو بهتون میده. و به خاطر این قدرتی که دارید همه به شما قراره حسادت کنن، بهتون انرژی منفی بدن، سعی کنن شما رو از این مسیری که میرید دور کنن، هی بهتون بگن نمیشه، نمیتونید، ولی همش از روی حسادته. حسادت به اون چیزی که قراره بهش دست پیدا کنید. بازم میگم منظورم اصلا بود مالی قضیه نیست، اون حس آزادیه. به شخص شدیداً اعتقاد دارم که آدم باید آزادانه زندگی کنه و انسان به دنیا نیومده که مثل یه ربات صبح بره سر کار، غروب بیاد خونه، شب بخوابه، دوباره این روند رو هی تکرار کنه. ما ربات نیستیم، ما به دنیا اومدیم که زندگی کنیم و از زندگی که یک بار قسمتمون میشه لذت ببریم. و به خاطر همینه که من واقعا بازار مالی رو دوست دارم و عاشقشم، به خاطر اینکه به من حس آزادی و حس قدرت میده.